اینا میدونن که دیگه عوض شدیم، به حرف کج گوش نمیدیم و بلد شدیم. خودشونو به پوچ میزنن اما عباشون روی توی گور میبرن فردا، چون که از قبلم سرتر شدیم. خستم از تجارت، یه عمر نمیکشم و دستم روی ماش است. پس بده عقب اگه چیزی داری، شاید قفلش کندم و رفتم بالا بازم. این همه کسی نمیگه که تو فکر زندانی منم، تو کشورم اصلا نمیدونم آزاد چیه. مردم و مرگم و مدیون وطنم هستم، چون نابلدا ادارش کردن. برعکس همه آباد بود و احاطش کردن. میدونی چیه؟ میسوزه کسی که بمونه شیه، چون نمونه اینه که بمونه دیگه میکشه. میگه دینمون اینه، اونشون میاد اینشون میره، که خسته از تموم خونه تو شیشه. اگه این نشد میریم خونه دیگه، با دین میشه هر کسافتی در آورد سر مردم. میکنم سرمو توی قبر و فهمیدم که همه اینا دروغ بوده، دروغ توی خونمونه. بعد سالها که دنبال آرامش گشتم فهمیدم توی خونمونه. بفهمید اینجا کجاست؟ اینجا اسمش این شلتر نوعهایی زنان خیابانی و حالت اقامتی داره. از جایی که خودتون نظام عقل به خرج بده و اینها رو یه پناه میده و یه ساماندهی داره. یعنی یه جاییه که زنان خیابانی همه میان چیکار میکنن اونجا زندگی میکنن؟ زندگی میکنن، شبا میخوابن، روزان کارشون انجام میدن. شبا کارشون انجام دادن. عرض خدمت. و شما اونجا چیکار میکنید؟ حالا به هر جهت منم الان آقای دراوی خیلی درست نیست الان اینجا با لباس روحانیت هستم. من باید لباسم در بیارم، انشالله یه لباس مبدلی با عزت من لباسم در میارم. که ایجاد یه همچین پناهگاهی معنیش اینه که دیگه جمهوری اسلامی پذیرفته که این وجود داره دیگه، یعنی یه عمری باش مبارزه میکنه. عاقلانه است، به نظر من عاقلانه است که ما اتفاقا داشته باشیم جاهایی رو که بتونیم کنترل بکنیم. از دوستان تقاضا میکنم که اینجا این طرفتر نیان، چون که اینجا شما اجازه ندارید. شما میخواید برید داخل؟ بله شما اجازه ندارید. فقط ما نامحرمیم. بله شما نامحرمید. تبعیض دفع، تسلیم حرف، تقسیم مرگ، پول مردن رابطه ها رو تعیین کرد، گرفتن مهریه طلاق رو تأمین کرد. سراب تقدیر و طناب مرگیم که گرفتار چرخه من و تو اونه. همه توی غرق توی خونی که یه روز بود آبشار صلح و دوستی. به مرگ نگاه میکنم چقدر نزدیکیم، رو به رومی. اینا میدونن که دیگه عوض شدیم، به حرف کج گوش نمیدیم و بلد شدیم. خودشونو به پوچ میزنن اما عباشون روی توی گور میبرن فردا، چون که از قبلم سرتر شدیم.